در شهر اورشلیم شمعون نام مرد زندگی میکرد که خدا ترس و نیکوکار بود و زمان نجات یافتن خلق اسرائیل را انتظار بود. روح القدس با شمعون بود و به شمعون گفته بود تا مسیح خداوند یعنی تعیین شده او را نبینی نمیمیری. با راهنمایی روح القدس شمعون به معبد خدا رفت. خود همان روز پدر و مادر عیسی هم کودک را برای اجرا نمودن مراسم شریعت به آنجا آوردند. شمعون کودک را به آغوش گرفت و خدا را حمد و ثنا خوانده گفت: ای خداوند، تو وعده‌ات را اجرا کردی. من بنده‌ات هستم و اکنون از این دنیا خاطر جمع می روم. زیرا چشمانم نجات تو را دیدند. تو آن را در حضور همه خلقها مهیا کردی. او نور است که تو را به غیر یهودیان آشکار می کند و به خلق اسرائیلت شهرت و جلال می آورد.